مسئله دیورند. خب اگه مسئله دیورند شما مطرح میکنین، افغانستان چرا همین مسئله دیورند به شکل رسمی هیچگاه مطرح نکرده؟ چرا ما یک شکایت نامه در سازمان ملل نداریم؟ ببینید بسیاری ها منتقدای دیدگاه شما میگن که یک استفاده ابزاری میکنه کسایی که از دیورند گپ میزنه و افغانستان سالهاست که قربانی میته به همین خاطر. مثلا دشمنی پاکستان اگه به خاطر دیورند است، خب چرا اقدام عملی و قانونی و بین المللی در این باره نشده و نمیشه؟ در 20 سال گذشته هم نشد. شما شاید نبودین در دوره اشرف غنی مثلا امی آقای عمران خان نیامد در تورخم مرز افتتاح نکرد، باردر رسمی اینترنشنال بین المللی نوشته نکرد، چرا جلوش گرفته نشد؟ ببینین سیم خیانت کلان در جمهوریت صورت گرفته که بالای خط دیورند سیم خاردار را اجازه دادند، یا امریکایی ها سرشان قبول کردند یا خودشان. این یک خیانت تاریخی آن وقت است و تمام زمامدارای آن وقت اعظمی خیانت رهایی ندارند. بحث دوم، خط دیورند خط رسمی نبوده در طول تاریخ. این خط جبری و ظالمانه بوده که در آن وقت ملت افغان را آنقدر ناچار ساخت انگریزا که ایره بالایش به طور موقت بپذیره و برشان گفتن آل امرایش چی میکنین؟ اصولی صاحب آل امرایش چی میکنین؟ دیورند از گوادر گرفته تا اتک، این همه مردم از بلوچ و پشتون و هزاره‌ای که در آن سوی مرز است همشان ببینین اصولی صاحب امرایش چی میکنین؟ امرای دیورند چی میکنین؟ کوتاه اگر جواب بگین. سوال شما جواب شود. ببینین در افغانستان دولت قوی مقتدر ملت تا بال به وجود نامده. خب گروه ها به قدرت رسیده. شما ببینید از سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اصولی صاحب کوتاه که مهمانای دیگه هم وقت داشته باشن، ملل متحد به نمایندگی ملت افغان کدام سند ارائه کنه. بعد از او ربانی و مسعود به قدرت میرسه. اینها هم صلاحیت از این نداره برادر، که به خاطر که رئیس جمهور و یا قماندان تمام افغانستان نبودن، نمایندگی از ملت نمیکرد که یا ارائه میکردن. بعد از اون میاد طالبا را خود بیخی ما نمیپذیرفتیم، ما نمیگفتیم که نماینده مردم افغانستان است این دولت. اصولی صاحب این گپ شما فهمیده شد. گپ شما صدای من اگر دارین، من صدای شما را ندارم، نمیفهمم چرا. حال صدای من دارین؟ بسیار پخ. حالا اگر صدای مرا دارین، سوال ما است که با همین دیورند چی میکنین؟ خب صحیح است، هر چی که شما میگین در تاریخ هم ما بر نمیگردیم. ما چی کاره که با دیورند ما و خودت و یا اینجا مهمانا چیزی بکنیم؟ ببین شما دارین میگین که در دو طرف دیورند مردم است، اقوام است، آنها تصمیم میگیره، تصمیم خود میگیره. وقتش اگر رسید دولت قوی مرکزی در افغانستان ساخته شود، درباره نیم خط هم تصمیم خود گرفته. ولی اونو طفل ننگرهاری را که وضعیت شما دیدین که سنگ آب میشه وقتی که ما اشکای و طفل ببینیم کل خانوادهش از دست داده، اینی قیمت هر روز اگر افغانستان میپردازه آقای اصولی نزدیک به 100 سال میگذره از ایجاد پاکستان و 100 سال دیگه هم شاید این مشکل ادامه پیدا بکنه. مردم چرا هر روز به خون بیفتن به خاطر یک مسئله جنجالی و دعوایی که رسما هم کدام دعوای ما شما با پاکستان تا حالا مطرح نکردیم؟ چرا کنسولگری داریم در پشاور آقای در کراچی پشاور آقای اصولی؟ ببینین خو یکمی پاکستان 100 ساله نیست، 26 ساله است. نه 70 سال قریب میگذره از 76 سال ایجاد پاکستان، از 76 سال ایجاد پاکستان 50 سال آنها در افغانستان نظام ها را چلنج کرده، از بین برده، دولت های مقتدر نبوده. بنان ما 50 سال صاحب دولت نبودیم که طرف پاکستان ببینیم. 20 چند سال 26 سال که اینجا دولت ها بوده. در آن وقت همراه پاکستان روابط ما در آن وقت را اگر شما ببینید، بوتو میایه در میدان هوایی کابل به داود خان میگه که رئیس جمهوری را میبینم که من آرمان از این داشتم که دوستایش را ببوسم. بدان شما ببینید در آسیا در آن وقت تاریخ داشتیم، ملت داشتیم. ما اینمی خود پنجاب پاکستان جاسوس های را از سال 55 به این طرف در افغانستان تربیت کردن به نام شوراها، به نام احزاب، به نام قماندان، به نام احمد و محمود و مدارس و اینها. اینمی جاسوس هایشان برایشان کار میکنن، نظام ها را چلنج میکنن، دولت مرکزی قوی را نمیمانه، از بین میبره. تشکر. اینها چشم سفید شدن که اینمی اجنت هایشان که برایشان مزدوری کرده
آنها با جرأت شدن میگن که ملت افغان کلش نمودار است که نمی جاسوسای ما بوده در طول تاریخ بسیار مسئولی کردن. بنان موضوع خط دیورند خط ملت افغان است که آن طرف و این طرف در هر دو طرف این خط قرار دارد. فهمیدیم. اصولی صاحب تشکر. دوباره بگذارید. طفل را شهید میکنن، میکشن، فامیل ها را از بین میبرن. پنجاب میگه که این موضوع به خاطر خط دیورند نیست، این موضوع به خاطر برنامه های دیگه شان.